بریم سنباده بخریم برای دوچرخه. یه بلای سر گلگیرش بردم، زخامت بالا. بحث زخامت چی بود؟ این زخامت رنگ، خیلی وقت پیش رنگ زدم، گند زدم، چون خیلی زدم شوره کرده بود، زخامتش رفته بود بالا. الان باید با سنباده زخامت رنگ رو بیاریم خیلی پایین که درست بشه. یکی برسه به دادم دلمو به یکی دادم، از قومای روزگاره ماشین نمین یه باره، مثل اون کسی نداره. سفرهای دوتایی یه دونه باش خدایی، حرف زدناش قشنگه، باقیش دینه می جنگه، همیشه صاف و یه رنگه. خب هیچ موجی نداره، اصلا صافه. حتی اینجا هم چیز صافه، اینجا فقط یکم زبره که درستش کنیم، بعد بره برای رنگکاری. خب سنباده خورد و یکم رنگ پوششی باشه، اینم باید اینجا یکم سنباده بخوره. 2 سوراخ هم با پیشگوشتی داغ زدیم که برای پلاک که میخواد بیاد بخوره. عکسشو میذارم این بغل. بریم این چیز اینجاشو ببندیم، برای بستنش فعلا ببندیمش، بعد اینم با چسب درست میکنیم. فعلا بریم. یکی برسه به دادم دلمو به یکی دادم، از قومای روزگاره ماشین نمین یه باره، مثل اون کسی نداره. سفرهای دوتایی یه دونه باش خدایی، حرف زدناش قشنگه، باقیش دینه می جنگه، همیشه صاف و یه رنگه. عشق منه اینا چشمان در فریاد میزنه، توی قدکاری بگی این منه، شب میره راست میره هی دل میبره. هر جا برم واسه یه دیدن اون گل میخرم، دارا ندارم آباش میذارم، جز خودش با هیچ کسی کار نداره. یکی برسه به دادم دلمو به یکی دادم، از قومای روزگاره ماشین نمین یه باره، مثل اون کسی نداره. سفرهای دوتایی یه دونه باش خدایی، حرف زدناش قشنگه، باقیش دین. خب اینم نتیجه کار. ترمزه در اومد، ترمز اومد از این روی این و 2 سوراخ خورد اینجا. این رنگ شد، حالا یکم مشکل داره و اینم یکم رنگ خورد توش که درست شد. حالا یکم گرد رنگ پاشیده روش، اونا رو درست میکنم. یکم لیسه گیری باید بشه، لیسه کشی باید بشه، تمیز و اینا، شستشو و اینا، سنباده کشی و اینا باید بشه که اینا هم انجام میدیم. پس تا ویدیوهای دیگر، پیس اوت.